سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خب امروز اومدیم با بازی رزیدنت ایویل 4 ریمیک. قراره با دسته بازی کنم. قسمت اولشو میذارم، اگه خوشتون اومد تو کامنت ها بگید که قسمت های بعدیش هم بذارم دیگه. فقط قبل اینکه ویدیو رو ببینیم لایک و کامنت و سابسکرایب و همه اینا دیگه فراموش نشه دیگه. دمتون گرم. خب بریم استارتشو بزنیم. بله جناب لیان هستن، معرف حضور همه، شخصیت محبوب. خیلی با موس و حالا کیبورد بازی میکنم. من این سبک بازی های سوم شخص رو با دسته ترجیح میدم. اوه گوزنه رو پاره پاره کردن. شت. اوه تصویر رو ببین، فقط خوفناکی ازش میباره. خب بریم داخل. بله بریم که قرار دخلت بیاد لیان جان. الکی همه رو قرار پاره کنه. خب با این در اول کاری نداریم. با این در هم کاری نداریم. میریم سراغ این در. خب بچه ها من کاتسیناشو رد میکنم که تایم ویدیو خیلی اذیتتون نکنه. خب اینجا این یارو عجیب غریبه بهش حمله میکنن، یعنی اولین روستایی عجیب غریبه بازی. اینجا یه چیزی که هست سوپ آدمه، نمیدونم متوجهش میشید یا نه. حالا سوپ آدمه. و چیز بعدی که اینجا چه نشاوره این خرگوشه است. این چیه؟ آها این نشانه یکی از اون دوتا پلیسای بین المللیه که با همون اومده بودن. نشنال پولیس کورپس. اسمش چیه؟ ماریو فرناندز. ماریو، یاد ماریو افتادم. خب ماریو رو گرفتن پخش کردن، خبر نداری. خب اینم کلید. برو داخل. به من چندمین باره که این بازی رو تمام میکنم. در واقع رو همه درجه های سختی و نمیدونم هر چی که بوده تمامش کردم. الان اگر میبینید که یه سری از اسلحه ها رو اول بازی دارم، چون دیگه از آخرین سیوم استارت زدم. باور کنید نوشابه است. خب کاتسین رو رد کنیم. الان قراره اون یارو عجیب غریبه دوباره بیاد. چی داریم؟ مسلسل. خب کلت فکر کنم بسش باشه اینا. داداش نیا 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 نیا. آره نیا. خب یکی دیگه فرار نکن. میپکونه قشنگ. بمردی. خب Judgment is night. دیگه چی داریم اینجا؟ این پشت چیه؟ هیچ، همون جاییه که اولین عجیب رو کشتیم. خب بریم جلو. خب اینجا چی داریم؟ بله یه دونه گرین هرب. قاطی کرد یه لحظه. خب کاتسی میزنیم رد شه. خب رفتیم توی جنگل. الان میریم که رسما وارد دهکده بشیم.
اینجا دو تا از این یاروها میان. کلاغ تو نسخه اورجینال این بازی، یعنی همون قدیمیه، این کلاغا رو بچه‌ای که بازی کردن میدونن. کلاغا رو که میزدی الماس و پول و اینجور چیزا میداد. خب ما سیو نمی کنیم، فقط نگاه میکنیم و لذت میبریم به یاد خاطرات گذشته. خب اینجا ببینیم. ای بابا پرید. خواستم اینم اگه کلاغا رو الان بزنی چی میده. خب خب وای گرگ بیچاره رو ترکوندنش. این ویروسی که بین حالا تزریق کردن، یعنی اصلا مردم روستا رو کلا وحشی کرده دیگه، لذت میبرن از تیکه پاره کردن. خب اینجا دوتا روستایی هستن که باید پارهشون کنیم. اوه چه هدشاتی زدم. بدون دیگه. اوی 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 آخ 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 آخ. آه خدایش نامردی بود. دستتو میگیرم منم. آها اومدم. وای اومدم جا خالی بدم، ولی خب دیگه لحظه نشد که بشه. جا خالیش اینه، تنها جا خالی که داری اینه. خب چه جالب، نمیدونستم مثل قدیم. ولی خب اینو نمیدونستم اونجاست، اما جالبیش اینجاست که مثل قدیم از جونت کم نمیشه. خب یه روستایی دیگه اینجاست. تمام تمام حل. خب اینجا چی داریم؟ گوله کلک میخوام بده. خب یه دونه هم هرب داد به ما. هربا رو ترکیب کنیم که جلوتر به کارمون میاد. همه میدونیم قرار جلوتر چی بشه. خب از اون هم از این اینم که دویمه خورده هست دیگه. حله بریم جیرشون بدیم. خب بریم که در روستا رو باز کنیم و وارد شیم. خب بچه ها اینجا یه صحنه ناجور داره، این کسی نمیتونه ببینه نگاه نکنه. این کاتسین رو رد نمی کنم به عنوان یه آدمی که سبک ترسناک دوست داره حال میکنم. یارو زنده زنده سوزوندن، بعد این پدستک داره دعا میکنه. الان همچی میزنم هدشاتت میکنم دعای کلت بپره. نه 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 دستم خوب بای. آها چرا دیگه کرده رو این بابا، سیخ کرده رو این یارو. آها اینم یه هدشات زیبا. و حالا میکشیم بریم که دیوونه خونه رو. آخ آخ پیرزنای بازی یعنی خیلی رو مخمن. نبینم اما بیای جلو. اوه پیرزن رو ببین، پیرزن رو ببین. پیرزن نیست که لامصب. اصلا پارشون کن اینا رو. بله رفیق شفیقمون جناب چینسا اومدن.
قیافه‌شو نگاه کن، اصلا شرارت میباره، روانیه. خب من برمیگردم همون جایی که بودم. نه بر نمیگردم همون جایی که بودم. خب من چینسا رو میخوامش. کجایی روانی؟ آها اینه هاش. بیا 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 یه آیه الان میزنه پارم میکنه. آها خیلی به موقع. بوم بوم بوم. یه حرکت زیبا. حالا نه اول بزن نارنجه که نوری رو بندازم از جلو چشم من دور شن اینا. خب وای 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 وای. آها تمام وقتش اومد. آخ 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 پیرزنه عوضی دلم خونک. خب بریم تا زنگ کلیسا به صدا در نیومده. زنگ کلیسا به صدا در اومد. خب بچه امیدوارم که از قسمت اولش خوشتون اومده باشه. اگر که حال کردین برام تو کامنت ها بگید دیگه که قسمت های بعدیش هم واسهتون بذارم. دوستتون دارم. تا بعد.